کدومش گشت گفتم نمیدونم ای با مانگیش خاندید ای به مانگیش خاندید. امروز از KFC وعده تصمیم گرفتیم که یک تاگی تویستر چیز و یک تاگی شف برگر بگیریم و با رگزارا تقسیم کنیم با شرطی که یکم افندی بگن که باید ما بخندم. اگر که نخندید صاحب چیز داشته نمیتونن. یعنی؟ رفتیم اکاجان بازی ما همیه که یک افندی باید نقل کنین نمیده خرکش رو بخنده. اگر که خندید شما صاحب یک تا تویستر چیز و شف برگر میشین. تیارین روزی ریزویو میریم افندتون نقل کنیم. افندی را ملیسا فرار میکنه. ملیسا میگه که شما دو زن دارین. میگه که نه مرد دو زن دارم یک زن دارم. با میگه که شما را کی گفت میگه ملیسا میگه که زنت گو. با میگه کدومش گشت گفتم بگرد نیست باشی چرا گفت نیست خب پنات بخدا زنده و سلامت باشین. علاقه شرطای بازی را میدونی نه؟ کدومی نقل میکنن افندی؟ خودت افند کراچی افندی شما ماستوم از خونه‌اش میاد. در خونه‌اش یک گوسفند داشته که خونه جورش میگیرم میرم در خونه جورش میکشم میخرم. با ساری شور میشه و خونه‌اش میگه که میبینه کی است گوسفند جوشه. با میگه که سنیزنش میگه که گوسفند کجا پیدا شد. میگه گوسفند است مون سگا کجا بردی شو. مجبوری خندی یا که ای تحت نه سریوز نه. باشه باید افندی بگی اگر که هم دخترک خندید صاحبی یک تا تویستر چیز و شف برگر بشی. راضی؟ راضی افندی دا جورش همه پرسه میگه که دا کجا تال شگی با جورا افندی میگه دا بانچه با افندی میگردم میگه که کسال بودی چی نشی تا تو ما خندیدم برای نما امید نشوید اما برای اشتراک چی با نمیخندی؟ خند آخی یکم خندوار نمی. علاقه شرطی بازی را میدونین خواجان کدومیت میگن افندی را؟ خودت نگوی افندی ای تاریخ رو میغلطد طرفی خیر نگاه میکنم میگه خب من فرامادنی بودم نمیدونم ای با مانگیش خاندید ای به مانگیش خاندید تو خاندید ما آشا اگر این بازی ما شما را معقول شدگی باشه لایک و کامنت را فراموش نکنین خیر